سلام دوستان، ثریا هستم. امروز میخوام جامه‌داری تک‌زیپر آموزش بدم. احتیاج داریم به 2 تا پارچه اصلی و 2 تا آستری به ابعاد 14 در 29 سانت، 1 زیپ، 1 سرزیپ، 1 عدد مارک و 2 تا بندک برای گوشه کار به ابعاد 3 در 11 و 1 الگوی مربع به ابعاد 2.5 در 2.5. روی زیپ رو به روی پارچه و روی آستر هم به پشت زیپ قرار میدیم و با هم دیگه دوخت میزنیم. وقتی دوختمون کامل شد کار رو برمیگردونیم و لبه کار رو دوخت نیش انجام میدیم و قسمت بعدی رو همینطور هر دو طرف کار رو دوخت نیش انجام میدیم. حالا کار اصلی رو از وسط تا میکنیم و جای مارک رو مشخص میکنم. اگه مارک دوختنی باشه با چرخ میدوزیم، اگر چسبی باشه با اتو میچسبونیم. مارک من چسبیه، با اتو میچسبونم. حالا یه طرف کار رو بندک رو وصل میکنم، طرف دیگر رو وقتی سرزیپ رو وصل کردم بندک رو هم میدوزم. حالا پارچه ها رو روی هم قرار میدم، حدود 1 سانت دوخت میزنم. آستری رو همینطور 1 سانت دوخت میزنم، فقط وسط آستری 10 سانت باز میذارم. وقتی که هم آستری هم پارچه دوخت زدیم روبروی هم قرار میدیم، 1.5 سانت دوخت میزنیم. حالا گوشه کار رو 2.5 در 2.5 علامت میزنیم و با قیچی برش میزنیم. وقتی برش کردم دوباره دوخت میزنم که دوختم محکم بشه. گوشه کار رو فقط موقعی که میخوام بدوزم دردها روبروی هم قرار میدم. درز بغل با درز وسط باید روی هم بخوابونیم و گوشه کار رو بدوزیم. وقتی 4 طرف گوشه کار رو دوخت زدم، از سمت آستری که 10 سانت باز گذاشته بودم کار رو برمیگردونم. گوشه های کار رو با نوک انگشتام یا نوک قیچی مرتب میکنم و درزی که از وسط آستری مونده بود مرتب میکنم و دوخت میزنم. جامه‌داری خوشگل ما آماده شد. ممنون میشم که از پیج من حمایت کنین. لایک و کامنت یادتون نره.